آقای مازیار فلاحی توی مصاحبه حرفای درباره زمان شاه زدم. اول این دو تا کلیپ رو ببینیم تا این سوالی داشتم از ایشون. دوست دارم برگردیم به همون دوران شکوه و عظمت و جلال گذشته، سال 57. بعضیا میگویند که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما داشتیم چنین میشدیم. اینها هم از اباطیل به نظر بنده و اغلب اشخاصی که ایران میگویند یا نادانند یا خودشون در اون موضع خوبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت ما داشتند. شما نذارید من دهنمو باز کنم. جوانی شاید نمیدونید اگر ما مردم ناراضی نمی‌کردیم، اگر عیب نداشتیم انقلاب نمی‌شد. اونایی که در سن سال منن که با شاه زندگی کردن و با پهلوی زندگی کردن، خب واقعیت‌ها رو میدونن. حالا طرف میاد آقا پهلوی خوب بود، چرا خوب بود؟ 4 تا عکس و 4 تا فیلم من و تو میدن نشون داده، دخترای خوشگل نشون میده، همیشه پهلوی خوبه. تو دوره پهلوی 80% روستاهای ایران برق و آب نداشتن. درجه سواد 35-6% بود. فقط 40,000 زن تحصیل کرده دانشگاهی داشتیم. 40 کیلومتر راه داشتیم که بین تهران و کرج بود گفتن اتوبان. الان تمام شهرهای ایران به هم بسته. مثلا ما پزشک زمان شاه از هندوستان، پاکستان و بنگلادش وارد می‌کردیم. اصلا کسانی که در مورد پهلوی حرف میزنن بهشون میگیم اسلیپ واکینگ، تو خواب آدمی تو خواب راه میره بعد یه چیزایی رو میبینه. این همچین آدمیه. ما چیزی به نام حلبی آباد داشتیم درست چسبیده به تهران. نازی آبادی که الان میبینی زمان شام میدیدی واقعا وحشت میکردی. نصف تهران، جنوب تهران فاحشه خانه بود. آقای فلاحی ما الان حرف شما رو باور کنیم، حرف نخست وزیر و وزیر امور خارجه خود محمد رضا پهلوی رو، خب معلومه ما حرف شما رو باور میکنیم. 100% شما از نخست وزیر و وزیر امور خارجه خود محمد رضا پهلوی بیشتر میفهمید. الان هم اگه محمد رضا پهلوی خودش از تو خاک درآورده به اون سالها مردم تو چه فلاکتی زندگی میکردن، طرفدارش میگن تو غلط کردی، با حضور ما درست میگه. اون چیزی که منو تو نشون میده درسته. اگرچه وقتی زنده بود اعتراف کرده بود و این حرفا هم زده بود. های کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است. گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، قش 220%، ماهنالات 200%، روغن نباتی 200%.